شنبه 29 تیر ماه 1403 29 اردیبهشت 1403 لحظه شروع سیل مجدد اینجا مشاهده میکنید که یک خودرو رو آب با خودش داره میبره و متاسفانه هیچ کس اقدام برای بستن بولوار در لحظه شروع سیل نکرد. مجددا حادثه روز 26 اردیبهشت ماه تکرار شد. وای بر ما که درس عبرت نمیگیریم، نه مردممون درس عبرت میگیرن، نه مسئولین. در چنین لحظه‌ای باید سریعا ستاد بحران سرتای بولوار رو برنده. متاسفانه اقدام صورت نمیگیره. مردم در حال فرار هستن. خودروشو گذاشت و داره فرار میکنه از لانی. اینور هم آبسیل در حال ورود به بولوار هست. بیایید